خیرمانی سیاست پادکستی رادیوی آزادی. از سیان تا برلین سبب توجه به تاجیکستان و همسایه‌هایش چیست؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمов هستم. در پس‌منظر جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای آسیای مرکزی مورد توجه بی‌سابقه بازیگران جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتند. شهر برلین باری اول روز 29 سپتامبر میزبانی سران کشورهای آسیای مرکزی در قالب 35-1 بود. 10 روز پیش از آن دیداری مشابه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گذشت. نتیجه این نشست بیانیه‌ای بود که از ایجاد شریکی استراتژیکی منطقه‌ای بین آلمان و کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. سران کشورهای منطقه تعهد خود را به اصول احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها و همچنین ممنوعیت تهدید به استفاده از زور اعلام کردند. اگرچه کلمه اوکراین در سند وجود نداشت، با توجه به جنگ روسیه در این کشور به نظر می رسد که این پیام به مسکو فرستاده شد. جانب‌ها از ضرورت تقویت همکاری با آلمان در زمینه‌های رشد برق سبز، صاحبکاری خصوصی، تحکیم رابطه‌های تجاری به واسطه دهلیز مابینی و غیره تاکید کردند. به نوشته موج آلمان، توجه این کشور به آسیای مرکزی واقعاً پس از تجاوز روسیه به اوکراین اهمیت پیدا کرد. آلمان از نظر کمک‌های نظامی به اوکراین پس از امریکا در جای دوم قرار دارد و به ایجاد ائتلاف بزرگ بین المللی از حساب کشورهای مایل است که تجاوز روسیه را محکوم و از سیاست تحریم‌ها علیه مسکو حمایت می‌کنند. در عین حال برای برلین محکومیت آشکار جنگ روسیه علیه اوکراین توسط رهبران آسیای مرکزی مهم نیست، بلکه سخن‌های پشت درهای بسته آنها مهم است، نوشته است این منبع. بیانیه برلین از هر لحاظ به بیانیه مشترک سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس جمهور آمریکا در نیویورک مانند بود. با این حال جانب آمریکا علاوه بر دیگر زمینه‌ها تمایل خود را برای تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیتی ابراز کرد، به ویژه در مسائل دفاعی، حفظ حقوق و مبارزه با تروریسم. با گفته سیاستشناس سلیمان شاهزاده، فعالیت سیاست غرب در آسیای مرکزی در درجه اول با تمایل به کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه، تقویت نظارت بر تحریم‌های ضد روسیه و به طور کلی کمک به منطقه در گوناگون کردن روابط خارجی تعیین می شود. اما در عین حال به گفته وی هنوز بسیار زود است که بگوییم حضور غرب در آینده نزدیک با چین و یا روسیه رقابت کند. در طی 1.5 سال گذشته دیدار در قالب 35 بخشی از سنت سیاست منطقه شده است. از آغاز سال 2022 در همین قالب دیدارهای مجازی با هند، بعداً با روسیه در آستانه، با چین در شهر سیان، شاهان خلیج فارس در جده و سپس در نیویورک و برلین برگزار شدند. به نظر تحلیلگران چنین جلسات تنها با این دلیل مهم است که سیاست‌های چند جانبه اعلام شده کشورهای منطقه را برجسته می‌کنند و با آنها اجازه می‌دهد که دستور کار نسبتاً مشترکی را تهیه کنند. در پس‌منظر رقابت‌های روزافزون قدرت‌های بزرگ، مشارکت فعال فزاینده رقیبان منطقه‌ای به مانند ترکیه، ایران، هند، شورای همکاری‌های کشورهای خلیج فارس و چین در آسیای مرکزی تخته شطرنج پیچیده و در حال حرکت را ایجاد می‌کنند و کشورهای منطقه تلاش می‌کنند در این بازی تنها پیاده نباشند، می‌نویسد دکتر گیفن خیلف، کارمند دانشگاه صلح آمریکا. او گفته است تقویت همبستگی منطقه‌ای احتمال موفقیت را بیشتر می‌کند. ماه سپتامبر امسال در دوشنبه نشست مشورتی پنجم سران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. هرچند نتیجه این نشست نشان داد که منطقه هنوز از نهادینه سازی یک پارچگی دور است، باز هم کارشناسان به احتمال موقعی مشترک سران کشورها تاکید کردند.
рӯзноманигор ва шории сиёсӣ Хайрулло Мирсаидов мегӯяд эҷоди ҳамкорӣ бо роҳбарони худкомаи минтақа ба ҷомеаҳо таъсири манфӣ мерасонад ва гуфтаи ин коршинос бо талош барои ҷазби онҳо ба тарафи худ дар боробари Русия кишварҳои ғарб дар воқеъ аз низоъҳое ҳимоят мекунанд, ки худашон дар заминаи нақзи ҳуқуқи башар аз онҳо интиқод мекунанд. дар пасманзари нишасти панҷгона бо садри аъзами Олмон Олаф Шолц, намояндагони мухолифон аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Туркменистон ва инчунин кишварҳои дигар бо ҳадафи ҷалб кардани таваҷҷӯҳи Олмон ба вазъи ҳуқуқи инсон дар кишварҳои худ эътироз карданд, аммо зоҳиран ҳукумати Олмон дар сатҳи расмӣ ба ин рӯйдод таваҷҷӯҳ накарданд. در راه هستید مهمانی یا در جای کار علاجه خواندن ندارید امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.